بین کل ویدیوهایی که توی این 4-5 سال ساختم، اگر یکی ازم بپرسه لاین مورد علاقه خودم از ویدیوهایی که خودم ساختم چی بوده، میگم اختراعات سگی. واقعا خفنه. هم ایدهش قبل از من وجود نداشته، هم ایده جالبه، هم خفن بودن و هوش بالای بچهای ایران رو داریم نشون میدیم، هم داریم اختراعات بچه‌ها رو که با دست خالی و چیزای توی محدودیت زیاد ساختن به شما داریم نشون میدیم و دیگه از این فکر نکنم قشنگ‌تر چیزی وجود داشته باشه. سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدید به کانال مستر فشار، جایی که ما اینجا چیزهایی رو نشونتون میدیم که تو کانال دیگه ای از یوتیوب فارسی نخواهید دید. با قسمت دیگه ای از اختراعات سگی در خدمتتون هستیم. هر قسمت اینو میدونید، از اول کانال ما بیاید دنبال کنید اینجا، هر قسمت واقعا آدم پشماش میریزه به نسبت قسمت‌های قبلی. بچه‌ها روز به دیگه به امید روزی که من اینجا وا کنم اینو بچه‌ها ببینم دیگه رفتم فضا، جت ساخته دیگه، مثلا با وسایل دور ریختنی یکی جت ساخته مثل جی تی ای با جت پک داره پرواز میکنه دیگه. تا اون روز من منتظرم، هر بار پشمام داره میریزه. معطلتون نمیکنم، سراغ بچه‌هایی میریم که تو محدودیت با دست خالی تو ایران دارن چیزای عجیب و غریب میسازن. اون یک پشت میبینی خوابه مصطفی. اما اینو بگم که دکور میبینید عوض شده. اینجایی که میبینید استودیو ما نیست، ما اومدم دفتر جی اس ام به رفیقامون سر بزنیم که خواهش تمنا کردیم، گفتیم که استودیوشون در اختیار ما بذارن که ویدیوی این قسمت رو اینجا ضبط کنیم. این میکروفون جی اس ام من دارم، ببین چه خوشگله. خلاصه خیلی اینجا با کیفیته. ببین دوربینش هم که نورا خوشگل اینا عشق کنیم. گفتم این قسمت رو با کیفیت بگیریم چون اصلا قسمت خاصیه. اینجا در خدمتتون باشیم. من معطلتون نمی‌کنم. این عزیز اول چی ساخته؟ سلام احسان، من یه چراغ قوه درست کردم با یه دونه چراغ قوطی هم چیز دیگه درست کردم. چراغ قوه رو الان باید شبیه هر چیز بشه. چراغ قوه چیکار می‌کنه؟ یا مثبت و منفی. خیلی کانس. اوه شبیه این چراغای عروسیه. با ببین پاکت پرینکلز چیپس گرونیه. اینو گفته باشم چیپس خارجیه، ولی همین که قابشو گرفتی یه کاری باش کردین یعنی ذهنیت برنده است. ذهنیت مختره. الان درست شد. اینو یه بطری کتابی و قوطی پرینکلز و بخاطر همین، ولی نورش در حد خوبیه، بد نیست. مثلا اینجا که الان خیلی تاریکه رو دیگه یه چراغ قوه باتری. بعد اون یکی هم که اون واقع پشویزونشون سنیچه است. این چیه؟ درستش کردم، یا دوباره باید بزنم به اینم چراغ قوه است تا کار کنم. یه رقص نوری زده برام با قوطی سنیچ. یعنی به آب میوهم، یعنی یه ذهن برنده به آب میوهم نمی‌بینی. چرا اینو بندازیم دور؟ حیفه. یه چراغ قوه کتوش دیگه در میاد. الان روشن شده چراغش. کاش سبز نمیزنیش، این مسجد شده چراغ داخل. روشن شده چراغو باید الان اینو باز بکنم، اینو میارم میذاریم تو این انگار مثل دره. بعد این ورش میشه. چه خوشگل شد. اگه خوب بود خودتم تو جا بگو. خوب بود واقعا. خواهشمندم از شرکت سنیچ که اسپانسر این داداشمون بشه، حداقل 2 تا لوگو ببین چه از قوطیه نکدارتون که میخورم میندازن دور. ببین چه چیز قشنگی در آورد. مطمئنم میلیارد اون مدیرای تبلیغاتیتون اونجا پول میخورن، هیچ غلطی نمیکنن. ایده رو ببین از بچه. کانسپت اولی معمولی بود ولی واقعا پشمیزون بود. خیلی جالب بود. بریم سراغ مورد بعدی. فیلم از طرف محمد زمان. چی با چوب بستنی قایق درست کرده. بعد چی میشه؟ پشمام. اون آرمیچرش هم میچرخه دیگه با چوب بستنی. یا این چوبا که دکترها میکنن تو حلقمون، حالا نمیدونم یا بستنی خورده چوباشو گرفته قایق دکوری درست کرده. این اولیاشو چند تا اولو گفتیم که نرمال بزنیم. ویدیو بعدی بد سمه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزم. امروز بعد یه سال بالاخره پروژه سانتریفیوژ کس کردم معلم پرورشی هم که شده و میتونیم نتیجه کار ببینیم. چی گفت؟ پروژه سانتریفیوژ؟ برد کار، سیمکشیا، کشاف پریز و
چیکار کلید کردی؟ کنتورش فیوزش یعنی نفت زدم بالا. خود دستگاه روشنه آماده کار. داشت این اول از چیه؟ همه با ولوم تعداد دور دقیقه‌اش تنظیم میکنم. سانتریفیوژ ساختی؟ بعدش ستش میکنم. اورانیوم غنی میکنی. تایمش میذارم دو تایم 1 دقیقه داداش که چیکار بشیم میکنی راحت با این؟ ببینیم. ستش میکنم و آماده استارته. جدی سانتریفیوژه؟ ای؟ پشمام حاجی این دستگاه تو اسکیل صنعتی خیلی گرونه، خیلی قیمت اینه. به پایین آوردن دور. دورش هم اسپیدش دقیق تنظیم میشه، RPM داره. این نمونه آزمایشگاهی دستگاهه که با موتور فن ساختم. این الدنگ گاوو ببین، سانتریفیوژ میشه این ما که خوابیم. موتور عوض بشه. اسبوعی بشه باش خوابیده. خون رو هم از پلاسما جدا کرد. نصف زندگیمون ما خواب. حاجی پشمام. سنسور تعداد دور موتورمه. سانتریفیوژ ساخت. بچه این زیر 20 سالشه سانتریفیوژ ساخته. ما چه غلط، ما تو گیم نت میرفتیم. خاک تو سر من، خاک تو سر تو مسئول کودنی که سر تایم 1 دقیقه صادر باید کنی اصلا این آدم ها رو. این چی کار داره میگه تو ایران سانتریفیوژ داره میسازه تو سن زیر 20. دور موتور میاره پایین تا یه وقت دوباره پلاسما با خون قاطی نشه. دمت گرم. من اصلا موندم چی به سانتریفیوژ دیگه قفل بود دیگه. من دارم میگم دو قسمت بعدی بچه ها جت پک میسازن. شما خوابیده صدا خورپوفش میاد. خوابه ما رو باش سانتریفیوژ. مورد بعدی رو ببینیم. پشمام واقعا پشمی نمونده برام، هیچی برام باقی نمونده. بعدی دلخواه استفاده میشه. حالا پارامترهایی که داریم پارامتر 0 ثانیه، مدار ساخته چیه؟ پارامتر 1 دقیقه، پارامتر 2 اینا رو این دروس و مثلا روی می‌خواهیم پارامتر چگونه روی که نشان مدار دادن اینا رو دیگه مثلا دانشگاه خروجی توی می‌کنیم. برق صنعتی یعنی آیا احتمالاً دیگه خروجیمون تدریس بعد میکنن. از رسیدن ثابت زمانیمون به اون تایم آیا رله روشن بماند یا ریست بشه. اگه ریست بشه رلمون به چگونه چی ساختی میشه یعنی بگی زودتر چیه شروع این؟ کنه من مثلا 4 ثانیه نمیفهمم. من تایم گاوم. فرستادیم و جدا بشموره یا 4 ثانیه رو همه رو با زمان ریست بشموره که اصلا روشن هم نشه به سعادته. با این ثانیه رو چیه؟ میذاریم روی اونو به حالت 3 1 تغییر میدیم. داداش من اینا نمیفهمم. بزن جلو ببینم این در چیه. حالت پارامتر 2 1 با زدن رتبه ست کامل ریست میشه. این نیاز به یوزر یا کاربر داره برای تغییر یا ریست دستگاه. حالا وارد پارامترها میشه. این پارامتر 2 رو من بابا من تو پارامتر من نمیدونم پارامتر چیه اصلا. من چیکار بگم؟ من خیلی تخصصی هم بچه واقعا دیگه بچه من دیگه فکر کنم دو سه قسمت بعدی اختراع زدی شعور من نمیکشه اصلا بفهم چیه. بعد کارشناس بیارم کنار خودم بتون بفهمه. و 2 ثانیه روشن میذاره. خب من چیکار میکنی؟ چه بمبه. نگاه میکنید به 4 ثانیه میرسه و 2 ثانیه رو میشماره و دوباره ریست میکنه. چراغ روشن. برام کد نویسی کرده در واقع اینو. اصلا رلمون اکتیو نکنیم تو صفر برمیگرده. این سب سگمنت ها رو با وضوح کامل و بدون این چشمک زدن ها ببینید. این هم حالت کلی پروژه است. هیچی از پروژه نمیفهمم. پروژه خیلی سیم داره. برای کاهش ولتاژ، برای رسیدن ولتاژ به سگمنت ها ما یک سگمنت 4. خب این خیلی دیگه این تخصصیه دیگه. این اصلا اختراع سگی اصلا من نمیدونم. من این دیگه اسکیلش خیلی تخصصی شده. اصلا پروژه پایان نامه‌شه فکر کنم طرف. اختراع بعدی دوستان ولی 100 سگیه. نگاه کن شما.
مهسان سلام. گجت منه. پشمام. فن داره، 5 تا آپشن دیگه هم داره، بلنگو داره، اسپیکر و این با چیزا، لوله پولیکا پاور درست بانک کرده. اضطراری داره، هم فست میتونه شارژ کنه هم معمولی. چقدر این، کلید داره. نشانگر سطح شارژ داره. اینجا یه دونه چراغ قوه اضطراری عجب با یه دونه چیزی کلید ساختی. داره که الان روشنش کردم. سویچیه، بدون این سویچ هیچ موقع دیگه روشن نمیشه. سویچ اینم برای داره؟ شارژ خورشیدیشه که اگر شارژ کم آورد داخل آفتاب شارژ با خورشید شارژ پاور میشه. بانکش هم که اینه، یه دونه از این دکمه هاست. این فنشه که RGB داره، باد خیلی خنک حاجی کولر، می‌زنه. اسپیکر، شارژر، پاور بانک، این چراغ لوله قوهشه، پولیکا، چراغ قوه، فلش مزدگان، اصلا همه اسپیکرش. چیه این دیوایس مثلا 15 کاره است. دیگه واسه هر اونم کدوم که جداگونه کلید گذاشت. پاورشه، پاور استیشن هم داره، کابلش هم برای پاور ساختن، استیشن داره. محافظ فن هم داره. بهترین آپشنش اینه که نگاه کنیم هیچ دکمه چیزی نیست. من دستم میذارم پشت اینجا با لمس دست این شارژش. روشن میشه اتوماتیک و شارژ کامل باتری رو به من نشون میده. خداحافظ. بچه خداحافظ واقعا. من با خداحافظی کنم از این زندگی. کوفت. مورد بعدی. دوستان عزیز، سلام. به اسپیکر نیسان آبی ببینید اسپیکر بالاخره بهتون نیسانی رسید، درستش کردیم. عشقی ها. حالا یه ذره خورده کاری داره، بعد براش انجام بدیم، یه کاره هست بعد براش انجام بدیم. هم بلوتوث میخوره، هم فلش میخوره، هم میشم آیویکس میخوره. اینم از کیفیت شده. دانگل بلوتوث رو به بیشتر از این کپی رایت میخوریم. بی‌نظیر بود. نیسان آبی، مزدگان اسپی. خود نیسان آبی که زامیات تولید میکنه بلوتوث نداره دوستان، همون نیسان این دوستمون داره. خیلی اسپیکرها زیادن. سریع و فرز بریم سراغ چیزایی که سگی که درست کردم. ببین چقدر نور RGB زیاده. میذارم این ارتقا دادم شد الان این. قسمت قبلی ها ما اینو داشتیم، الان داشتمون ارتقا داده مجدد همون اسپیکر که رو. مودای مختلف داره. عاشقتونم دیگه. داشت ویدیویی که من میسازم باعث پیشرفت باسشه. شما و ذوق شما برای ارتقا دادن بشه، من دیگه چی میخوام؟ همین رسالتمو انجام دادم. حاجی صدا بیسش اینقدر زیاده تو ویدیو نمیفته. و شما برو بابات پول بگیر 300 میلیون رو ماشین 206 که اونم بابات خریده سیستم ببند. بچه‌ها میسازن. حاجی چقدر ساب داره. سراغ چیز بعدی که پنکه پنکه ولوم داره، فلان داره. پنکه ولوم. آها حاجی از گرما میاد، یعنی طرف گرمه. نمی کالا فازا میدونن چیه؟ پنکه یارم لژنده. گان کالاف ساختی؟ سیاره که 12 ولت هر کی نیاز داشتیم باتری میبریم. تکسی بکاری هم هستش. باندم باتری هم داره، پورتابلم هست. حاجی بچه‌ها دیگه به یکی دوتا اختراع قانع نیستن، میسازن. یه سر میره اینم ساختم، این بیکار بودم. این یکی رو که از همینجوری بچه بودم 2 تا چیز سرم. به خدا نابغه این شما، به قرآن نابغه این، خودتون دست کم نگیرین. این خراب شده که اینجاست اینقدر اونایی که جایی که نشستن نالایق و بیکفایت و خاک تو سرن که شما ویدیوهاتون رو میفرستین من اینجا با بچهای دیگه میبینیم. شما رو باید طلا بگیرن، واقعا دارم میگم. من مثلا اختراعات سگی در کنار اون ذوقی که همه اینایی که داره بغض میکنم واقعا. بعدش بعدی رو ببینیم. سلام داشت احسان گلمن همونم سلام که قربونت قبلا یه برم. جعبه 4 کاره ساخته بودم که الانم همونو ساختمش، فقط ارتقا داده است. خب این قربون جعبه شکل 4 بچه‌ها کاره ما ادیت دارن میزنن ویدیوهاشونو برام. بچه‌ها دیگه اختصاصی ویدیو میسازن، ادیت میزنن میفرستن. قربونتون برم. سگ تک تکتونم. هستش. اینجا باتری موتور میخوره که میتونی باتری رو عوضش کنی یا باتری شارژش موتور؟ کنی و بعد از که باتری اینجا قرار دادی اینا رو وصل میکنی به این به منفی و اینم به مثبت. به خدا اگر باتری موتور باتری اگر روش ننوشته باشه منفی مثبت من نمیفهم کدوم بره. به خدا نمیفهم. بعدش این در پوششو میذاری. بدنش هم جدی میگم
جدی یه بار ماشین ساحل علمی باتریش تمام شده بود، شاپور پرایدش باتری خالی کرده بود، سیم باتری به باتری داشتیم ما، ولی من بلد نبودم باتری به باتری کنم. همینقدر. بله دوستان، همینقدر آدم‌های عادی همینقدر نمیدونن. شما نابغه ای دوست عزیز، همینا شما 2 پله جلوتری از همه. قوطی چای هستش. خب بعد از اینکه در پوشش رو گذاشتی این ظاهر کار هستش. قوطی چای. اینجا اسپیکر داریم، پاور بانک داریم و چراغ قوه که این چراغ قوهش هستش. چه نوری داره. این دکمه واسه پاور بانک هستش و دکمه وسط هم واسه اسپیکر که هم AUX هم بلوتوث. و آخرین کارش که به جای پنکه گذاشتم برق شهری هستش. اینجا برق شهری میده بیرون 220 ولت. خب این الان یه پنکه هستش و اینم دستگاهمون هستش. ما اینو روشنش میکنیم. برق شهری میده. دو شاخه رو وصل میکنیم، دو شاخه پنکه رو همینطور که میبینید. بعد که بزنیم برق شهری میده. بعد اینم صورت آخرش. پشمام. تقریبا تو 2 الی 3 ساعت هم میتونه برق شهری رو بده بیرون. 3 ساعت؟ کودن شما نمیتونین برق کشور رو مدیریت کنین. تابستون 3 ساعت برقامون قطع میشد. بعد همین بچه‌ها دارن با باتری موتور برق 220 ولت میده. واقعا گل بگیرن سرتون و نابغه اینجا ریخته. بعدی. سلام احسان جان، خوبی؟ این همونطور که مای. گفتم موشک هست، یکی از اختراعات سگیه منه. اینم عکسشی که داری میبینی و اسم منم دانیال هست و سنم 13 سالمه. 13 سالشه؟ دانیال چی ساختی دانیال؟ دانیال مگه پروژه موشکیه؟ دانیال سلام احسان. دانیال تسلیحات جنگی ساختی دانیال. دانیال با این میتونی حمله کنی به یک کشور. دانیال حاجی قشنگ رفته بود داخل این قشنگ سایت هایی که خود موشک‌های واقعی پرتاب میکنن اونجا رفته بود امتحان کرده بود. مورد بعدی رو بریم. سلام احسان، این کولر منه. کولر؟ از اینجاش آب ریختم، الان آبش پره. اینو که بزنم پمپش روشن میشه. الان با دبه 200 با دبه 20 لیتری کولر درست کرد. چقدر فنش سرعت داره، چقدر فنش قویه حاجی. کولر اسپریت خونه ما اینقدر پرتاب باد نداره. پشمام. فقط مشکل صداشه دیگه، اصلا درک تو گرما نباشه صدا که هیچ. مورد بعدی ببینیم. سلام آقایم احسان میرزاد. سلام عزیزم. ماشین مینیمال کوچولو چیکار میکنی این ماشینت؟ مخصوص جاسوسی درست کردیم که جاسوسی واقعا سگی. اینو الان من کلیدشو میزنم میره حالا فقط میره، چرخ هم میزنه. بله اینه دیگه. امیدوارم مسعودم که بذاره تو هم ببینی. این چجوری جاسوسی میکنه؟ این فقط میره که فقط میره. آقا همین دیگه، ممنونم. خداحافظ. عاشقتم. ماشین تک چرخ میزن فقط میرفت. عالی بود. بعدی چیه دوستان؟ چیکار چی شد؟ حاجی چه سیمکشی کردی، چه نورپردازی کرده. از اون ور فیوز چیده کل اتاق و کمد و کتابخونه و همه جا رو نورپردازی کرده. حاجی اتاقش رو آکوستیک کرده. اینجا صدا ضبط میکنی، اینجا چیکار میکنی؟ پروژکتور زده. پشمام.
پشمام چه سیم کشی کرده بود زده بود اونجا. بچه ها واقعا شما نابغه این، واقعا خودتون دست کم نگیریم. و اصلا من نمیدونم بغض کردم. اون گاو نگاه، گاو. ما که خوابیم تو زندگیمون. شما ادامه بدین دوستان، شما ادامه بدین.